آتش، ما چرا اینجا آمدیم؟ پایین شو عزیزم. بهار، وقتی که 12 بودیم امرای آقا محمد امیر گپ زدم. او میخواه یک امرای تو گپ بزنه. آتش، تو چی کردی؟ من نمیخوایم همراه کسی گپ بزنم، لطفاً. بیا که بریم. بهار، دیگه چقدر به تعویق میندازیش؟ بهار، بهار جان، میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ اما من فعلا آماده نیستم. اما این رقم فرار کردن تا چی وقت؟ بهار، ما پدر و مادرت هستیم، تو هم دختر ما هستی. خاله حضرت، اینقدر آسان است؟ شما درک نمیکنین که من چی روزایی را سپری میکنم؟ البته که درک میکنم بهار جان. ببین، ما هم دمی وضعیت هستیم. راست میگین؟ واقعا وضعیت ما با هم مشابه است خاله. من 23 سال به یک خانمی که مادرم نبود مادر گفتی. من سر جنازه او خانم بودم وقتی که او رو به خاک مسپردن. من در اونجا بودم. به خاطر مرگ مادرم گریه میکردم. قبول کردم میتونم. فعلا به شرایط سخت قرار دارم. نمیتونم که به آسانی این چیزا رو فراموش کنم. نمیتونم. باید برم. میفهمم که بسیار مشکل است، اما کم دگان باید صبر کنیم. اسماعیل، یعنی که آمدی؟ پدرم بسیار مریض است اسماعیل. از تو شکایت کردن افزون. شکایتی چی؟ به خاطر رفتن به جای بهار آتاهان، به خاطر که گزارش جعلی دی ان ای را استفاده کرده و خانواده آتاهانا را فریب دادی، علیه تو ادعای جرم صورت گرفته. به خاطر گرفتن اظهاراتت به حوزه میریم.